در دوام سال گذشته 2023 در قلمرو تاجیکستان از جانب مقامات گوناگون در مجموع 5 تن و 282 کیلو و 814 گرم مواد نشه‌آور مصادره کرده شده است که در مقایسه با نزدیک 5 تن دقیق تر از 4 تن و 991 کیلو مواد مخدر سال 2022 مصادره شده 29 کیلو یا 5.8% زیادتر می باشد. این آمار روز 5 فوریه سال 2024 در نشست خبری رهبر نوی اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گنرال مایور ظفر صمد که تازه هفته پیش به این مقام تعیین شد صدا داد. ظفر صمد گفتند او کارمندان اگنتی در سال 2023 از معاملات غیر قانونی 495 کیلوگرم و 97 گرم مواد نشه‌آور را مصادره کردند که نسبت به سال 2022 25 کیلوگرم و 433 گرم یا 4.9% کم می باشد. در سال 2023 از جانب اگنتی 114 جنایت‌ها وابسته مواد نشه‌آور و دیگر نمود جنایت‌ها آشکار کرده شده است که این نشان دهنده نسبت به سال 2022 17.4% یا 24 جنایت کم می باشد. در عموم دوام سال 2023 در تاجیکستان 699 جنایت مربوط به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر آشکار کرده شده است. در سال 2023 تنها از جانب اگنتی 41 گروه جنایتی در هیئت 77 نفر همچنین یک گروه متشکل جنایت پیشه آشکار و قطع کرده شده است. در این دوره 10 شخص در کوفتکوف جنایتی قرار داشته معین و دستگیر کرده شدند. از جانب مفتشان اگنتی پرونده جنایتی به پیشبرد قبول کرده شده 145 پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. از این 77 پرونده جنایتی نسبت 111 نفر به سودها ارسال گردیده. در این رابطه به مال و ملک جنایتکاران به مبلغ 404,300 سامانی به حبس گذاشته شده است که این نظر به 1,881,330 سامانی مال و ملک سال 2022 حبس شده قاچاقبران مواد مخدر قریب 5 مرتبه کمتر است. در سال 2023 از جانب اگنتی با مقامات روسیه 2 عملیات مشترک گذرانده شده از معاملات غیر قانونی در مجموع 38 کیلو مواد نشه‌آور مصادره گردید. قرار معلوم یک قسمت مواد مخدری که از طرف تاجیکستان قاچاق می شود در حدود جمهوری با معاملات برآورده می شود و این باعث در سالهای آخر افزودن شماره معتادان مواد مخدر در کشور شده است. طبق آمار رسمی در جمهوری به حالت 1 ژانویه سال 2024 4160 نفر نشهمند ثبت نام شدند که این نشان دهنده نسبت به 4381 معتاد سال 2022 ثبت شده 221 نفر یا 5% کمتر است. بر اساس آمار رسمی امروز در تاجیکستان بر 100,000 اهالی 41 بیمار نشهمند راست می آید. اما ناظران امور بر اینند که شماره واقعی معتادان مواد مخدر در تاجیکستان خیلی و حتی به مراتب بیشتر از این امور است. پهلوی دیگر نگرانی کننده این است که از تعداد عمومی بیماران نشهمند 107 نفر را زنها تشکیل می دهند که نسبت به سال قبلی شماره آنها 6 نفر زیاد شده است. ولی بازم به عقیده ناظران امور شماره زنان نشهمند هم خیلی بیشتر از آمار رسمی است. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در زندانهای روسیه ادای جزا می‌کنند، تقریباً 4/1 برای جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر زندانی شدند.